یکی از چیزایی که ما پدر مادرها درگیرش هستیم کنترل کردن خشم و عصبانیتمونه. سلام، من گیلانم و امروز میخوام خلاصه ای از کتاب تربیت بدون فریاد نوشته هال ادوارد رانکل رو براتون بگم. حالا چرا این کتاب رو انتخاب کردم؟ این کتاب به خود من برای ارتباط با دخترم خیلی زیاد کمکم کرد. خب درسته که همه ما سر فرزندمون داد نمیزنیم، اما همه درگیر واکنش‌های احساسی و نسنجیده هستیم. ممکنه فریاد نکشیم اما جور دیگه خشونت به خرج میدیم. مثلا وادارشون میکنیم که به حرفمون گوش بدن، نگاهی ازشون فاصله میگیریم و نادیدشون میگیریم. همه این رفتارها نوع دیگری از فریاد زدن هستند. تربیت بدون فریاد تمام این واکنش‌ها رو جدی میگیره و میگه تنها راه نفوذ بر فرزندمون اینه که بر خودمون مسلط باشیم. نویسنده میگه والدین آینه احساسات کودکانشون هستن. اگر میخواین کودک آرومی داشته باشین، اول از همه باید خودتون آروم باشید. کودکان بیشتر از اینکه به کلمات و حرفهایی که ما میزنیم توجه بکنن، به حالتها و رفتارهای ما واکنش نشون میدن. در ادامه میگه به این موضوع فکر بکنید. آیا این همان چیزی نیستش که ما میخوایم که بچه هامون مسئولیت رفتارها و کارهاشون رو بر عهده بگیرن؟ اما اگر خود ما الگوی عملی این رفتار نباشیم، هرگز به این مقصد نمیرسیم. انقدر کتاب به خود ما، به خود والدین تاکید میکنه که شما در مسیر کتاب متوجه میشید که چیزهایی که سعی دارید به فرزندتون یاد بدید رو اصلا خودتون بلد نیستین. میگه شما انتظار دارید که یک کنترل داشته باشید و با فشردن اون بچه‌ها تکالیفشون رو انجام بدن، به موقع بخوابن، وقتی که حرفی میزنین بلا فاصله حرفتون رو گوش بکنن و روی حرفتون نیارن. حالا جیمی ریزر مشاور خانواده تو کتاب تربیت کودکانی که بتوان با آنها زندگی کرد آورده تربیت یه سری راهکار یا ترفند نیست که برای کنترل انسان دیگه ما بخوایم استفاده بکنیم ازش. تربیت یک نوع ارتباط خاص بین والدین و فرزنده. در واقع با فریاد زدن داریم میگیم که من نمیتونم با این حقیقت روبرو بشم که فرزندم از من اطاعت نمیکنه، حرف شنو نیست و آرام نمیگیره و چون نمیتونیم این وضعیت رو کنترل بکنیم، پس اختیار خودمون رو از دست میدیم. نویسنده میگه تربیت کار پرزحمتیه، پس تعجبی نداره که گاهی خیلی خسته بشیم یا احساس بکنیم که داریم از پا در میاییم. یادتون نره که شما هرگز شخص سابق قبل از تولد فرزندتون نخواهید شد. تو کتاب بارها این موضوع رو تکرار میکنه که هرچی شما رو خودتون متمرکز باشین، به خودتون توجه بکنین و آگاهی بیشتری نسبت به خودتون داشته باشین، در کنار فرزندتون بهتر میتونید خونسردیتون رو حفظ بکنید. بخش مهمی که خیلی من تو این کتاب دوست داشتم قدرت القاب، لقب‌هایی که ما به فرزندمون میدیم. میدونی این اخلاقش به باباش رفته، میدونی اون آخرش مثل مامان وسواسی میشه. شما از کجا میدونید اصلا معنی این حرف چیه؟ آیا خلق و خو صفتی است که کودک بتونه به ارث ببره؟ آیا خلق و خو صفتی اکتسابی نیست؟ جامعه علمی در پاسخ به این سوالات هنوز با مشکل روبروه، اما به نظر میرسه ما والدین از دانشی که اونها بی بهره‌اند برخورداریم. اصلا چرا باید چنین حرفی از دهان شما خارج شود؟ صرفاً به این دلیل که فرزندتان یک زمان یک الگوی رفتاری خاصی را نشان داده است، شما را مجاز نمی‌سازد که به او لقبی بدهید که تمام عمر با او باشد.
من کتاب رو همینجا تمومش میکنم. اگر که شما هم کتاب خوبی خوندید که در ارتباط با فرزندتون خیلی بهتون کمک کرده، میتونید این زیر برام کامنت کنید. من شما رو تو ویدیو بعدی میبینم.